از فراموشان زیر خاک بودن مشکل است. نمیخواد بگه مرگ مشکله، میخواد بگه بعد از مرگ فراموش شدن مشکله. قبل از که مثل دومو بخونم یاد اون انیمیشن فوق‌العاده زیبای کوکو افتادم. دیدید حتما دیگه. کدوم؟ کوکو. نه پسر، حالا بحث موسیقی و یک خانواده مکزیکی و اینا، این به دنیای مردگان میره. یکی از چیزایی که اونجا تعبیر میشه تو این فیلم و خیلی تاثیرگذاره، بعضی مرده ها روحشون در عالم مردگان داره محو میشه، نابود میشه، یعنی روحشون هم از بین میره. اینا کسانی هستند که در جهان زندگان دیگه کسی یادشون نیست. بریم بچه. وایسا ببینم چی شد. به فراموشی سپرده شد. وقتی تو دنیای زنده ها کسی نباشه به خاطرت بیاره، از این دنیا محو میشی. ما بهش میگیم مرگ نهایی. اون وقت کجا میره؟ کسی نمیدونه. من الان دیدمش، وقتی برگشتم دنیای زنده ها برش میگردونم. این ریختی جواب نمیده پسر جون. خاطرات ما برگرفته از رفتارمون تو دنیای زنده هاست. ممکنه راجبمون قصه تعریف کنن، اما اگه کسی رو نداشته باشی دیگه کلن فراموش میشی. خیلی بده که کسی آدمو یادش نباشه. حالا میگه از فراموشان زیر خاک بودن مشکل است، وقت آن کس خوش که چون میرد کسی یادش کند. مرگه، ولی چقدر خوبه که یاد آدم باشه.